بابا 94 سال عمر دیدی در همین 94 سال چی دیدی همین زندگی 94 سال بچم چی عمر دیدم هیچ خیالم که بیدار بروم هیچ یکی در قموی نوعی مکتوخت اولیا خیلوش میگه فرزندی پدری دروغه کو بابا خدا بتد فرزند میوی نیک فرزند پدر نمیوی هموش بدگیش همو باید رفت میره و دیگه او بر نمیگرد که وقتی مردم مرا ای پولی خودم کفنیم کنیم 3000 تومان چور دستم درد تکبر دادم اما برای مرده شبم برای مرده خور کنم ای همو پولی خودم بتیم پس ای من دیگه که اختیار فرزنده کنه و با خودش میکنه فرزنده که تربیه کرد منو در این زندگی تربیه میکنه نکرد پس ای مردن من او با خودش میکنه و من هیچ فایده ندارم من فکر میکنم که همی فرزند های من فکر کتم بشم دیره بشم تو شب هر دو نشونه من فکر میکنم که همین خدا یکم کاری بدهگی نکنه من در حیاتم همین 35 سال کار کردم یک کاسم خریدم دیگه من خریدگی نیستم بطنم باید صوف که دولتی کار کنم که من همین فرزندهای من عذاب نکشم بلوی راه نشم در و در یکم تو نشم خدای شکر که من در همین خیر اویله بزرگ غلطیدم که همین فرزندهای من چه خیلی کرد تربیه کرد و در دوی خود کرد بچه ها را خونه دور کرد دختر را 5 دختر را به شبهر داد ایرم همه کار نمیتونه بچه